با افتخار سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی ما تصمیم گرفتیم یک برنامه خوب جالب سیاحی را منظور شما گردانیم. اگر مبلغ باشد از شهر به شهر رفتن 1 دقیقه کار است. این همان لعل است که تاجیکستان را مشهور جهان کرده است. این اسب من برای رسمگیری، با نوع اسبا برای دویدن. و قطره یعنی قطره آب مانند است و این قطره میگوید مرا بخور.